سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز من غزال نظری در خدمت شما خوبان نازنینان قرار دارم. قسمی که میبینین تنها نیستم در برنامه و چهره محبوب و مشهور و مت شوخ و خندان هم در کنارم است و شما هم میبینین. و همیشه دوستان مرا میگفت که مثلا غزال زیاد تیز و چالاک است و من از خود کدام تیز و چالاکتره دیگه مشناسین میبینین و شناختینش. ثنا جان هاشمی که امروز در خانهشان حضور دارم و اینا میبینین که در کنارش هستم و خواستم که امروز ثنا جان برنامه داشته باشیم. از این بعد من خودم در چینل ثنا جان و ثنا جان همچنان در چینل ما برنامه مشترک دوستانه، چون میگه از یک دوست صدا نمیبرایم ما چی در یوتیوب و در برنامه ها که تنها یک نفر باشه خسته کن میشه به نظر خود ما، چون 10-12 روز میشه ما در چینل اصلا برنامه اپلود نکردیم. به خاطر چی که عظیمی که مثلا از چیری ما شما خسته نشوین، خدا نخواسته اگرچی نمیشین. میفهمین دختر مقبول و جذاب است و گپایش هم مثل عسل شیرین. سلام ثنا جان عزیز، چطور هستی؟ خوب هستی؟ باش از خود یک کمک تعریف کردم باز پیش به تو آمدم. چطور هستی؟ زنده باشی. علیکم سلام غزال جان و من هم یک سلام دوستانه تقدیم تمام فالوورای غزال عزیز و تمام ملت غیور افغانستان می داشته باشم. ان شاء الله که جور و سلامت باشین، ما رو با عافیت بگیرید. قربان زنده باشی ثنا جان عزیز. چی حال داری؟ والا شکر خدا میگذره روزگار، امروز زندگی. والا زندگی چرخ و فلک است، اگر خوش هم باشیم چرخ میزنه، اگر خوش هم نباشیم اما شکر خدا می که صحتمند هستیم. بزرگترین نعمت زندگی است. که در کنارت آمدم، پیشت آمدم، خانه‌ت آمدم، خوش شدی یا خفه؟ خب طبعا آدم بنی آدم یک انسان یک موجود اجتماعی است و همیشه با حضور انسان دیگه در کنار خود، خصوصا هم که همجنست باشه، کسی باشه که آزادانه بتونی با او صحبت کنی، بسیار خوشایند است، چون که در کشور مسافر هستیم و باید هم دیگه خود حمایت کنیم. بله. از اینکه دوستای عزیز من از خانه حرکت کنم، در موتر بشینم و بیایم باز دروازه را تک تک کنم، این تمامش یعنی خیر شاید هم قسم یگان برنامه ما هم جور کرده باشم و امی یوتیوبرای ما جور کرده باشن. این بیخی یک چیز فیک شده. من مستقیم آمدم خوب سه چای خوردم، دم مراست کردم، اینا تو خود راحت ریلکس کردم. ثنا جان گفتم بیا دیگه بسم الله کن. این دیگه بیخی تو چی میگه وطنکی قلندری پیش میبریم، نمیخوایم که بیخی تو چیز فیک باشه، چیزی که ریال است، چی میگه حقیقت است، اونمون یک چیز میخوایم پیش برم. همیشه در برنامه خود گفتیم که من هیچ وقت خود جلوه نمیتم، ظاهر نمیکنم در مقابل شما که ما در برنامه یک قسم یا پس دیگه قسم، چیزی که هستی باید نمو باشنیم. ثنا جان چی شد که از وطن مهاجر شدی آمدی به پاکستان؟ والا اگرنی گل وطنم بسیار جای مقبول و زیباست، چرا وطنم موندی آمدی اینجا؟ غزال جان موضوعی که هست ما و شما بعض اوقات بعضی چیزها رو بسیار زیاد دوست می داشته باشیم، خیلی هم دوستش می داشته باشیم اما ناگزیر هستیم ترکش کنیم. نه بله میفهمی اتفاق زندگی خیلی از کسا افتاده، چی وطن بخوایم چی یک نفر از زندگیش بخوایم و یا هم چیزی که دوست داشته باشه. ما وطنم من خیلی دوست دارم و متاسفانه ناگزیر شدم، یعنی با آخرین خط رسیدن، با آخرین رید رسیدن باید ترکش کنم. و قصه مهاجری قصه است که ما تا به امروز در چینل‌های خودم هم نگفتیم، در برنامه نگفتیم، اما قصه است، باخته است که من متاسفانه با به هم خوردن تعادلات و به هم خوردن سیستمایی که در افغانستان رخ داد، اما باخته و من پیش شدم نتونستم ترکش کنم و فعلا دلم اینم میشه که کی باشه دوباره افغانستان بگردیم، وطن دوباره جور میشه و دوباره ما را میپذیره که ما دوباره بخیر بریم. اما دوست داری که دوباره افغانستان بری یا هم دوست داری خارج بری؟ والا یک گپ از افغانستان، هر سرزمینی که باشم این در بار چینل خودم دادیم، من اگر اروپا برم یا آمریکا برم، هر کشوری که برم، روزی که افغانستان آباد شه، روزی که افغانستان دوباره زنده و افغانستان جای داشته باشه، من پس افغانستان میایم، چون من در افغانستان مردم خود دارم، کوچه و پس کوچه از من افغانستان من خاطره دارم. ما در افغانستان بزرگ شدیم و هیچ جای وطن ما شده نمیدونم. ثنا جان زیاد علاقمند داشتی؟ آیا تو علاقمند شده که مثلا در کنار در پولوت استاد شده باشه و اظهار محبت کرده باشه که عاشقت هستم دوست دارم؟ علاقمند واقعیتش دارم. علاقمند بسیار زیاد داره یعنی عاشق؟
کسی که عاشقت باشه. یعنی میگن از نزدیک دیده باشمش؟ بله، که در کنار آمده باشه، در مقابل ستا چیده باشه که سنا جان هاشمی دوست دارم، عاشقت هستم، بدون تو میمورم. شده؟ تا حال کس نگفته. مسیج آمده اما خوشبختانه ما روبرو تا حال کرده کسایی که این موضوع را گفتن نشدیم و برام نزدیک نگفتن. فقط در برنامه در تیک تاک، اینستاگرام و مسنجر اینا مسیج میکنن که من زیادش هم جواب نمیدم. اما خوشبختانه نزدیک ندیدیم، تو فیس کس را ما ندیدیم و من اظهار علاقه و اظهار محبت کنم، چون که من لوکیشن خود دوست ندارم واضح مثال بخوام، به خاطر از اینکه اگه یک موضوع شد در اون زمان آدم با دو حالت مواجه میشه. اگر دل طرف بشکنانی فکر میکنن غرور داری، اگه دلش نشکنانی او غلط فکر میکنه دیگه. از اون بابت شکرگزار به می هستم که نی مقابل نشدیم با یک نفر. در یوتیوبرها حریف داری؟ شاید داشته باش، نمیفهم. خود کس رقابت داری؟ اصلا شده؟ اصلا من تمام یوتیوبرایی که هست همشون دوست دارم، احترام دارم و با هیچ کدومشون رقابت ندارم، نه سالم نه ناسالم. فقط احترام دارم بهشون بس. از کی مثلا متاثر شدی؟ کی را زیاد دیده بودی؟ شوق علاقت به کی بود که مثلا خواستی که با برنامه سوشال میدیا رو بیاری و برنامه پیش ببری؟ یعنی دلیلی که بچه رو با سوشال میدیا علاقه شدم. ما یک زمان بود، یعنی صنف 6 یا 7 مکتب بود. ما در مکتب شخصی افغان ها برای فردا درس می‌خوندم. اگه صنفه می‌بینن برنامه سلام تقدیمشون، در مکتب شخصی دیده بودین دختر و بچه گپ می‌بودن و امی خوبتر به این است که امو دختر یا بچه چی میگن، امو تضاد را که دارن میتونن دست زودتر یاد بگیرن و من اول نمره صنفم بودم ماشاءالله. و خوبیشی بود که در مکتب امی تیم الانسری مکتب مربوط من میشد. مکمل روزهای محافل، روزهایی که مشخص به خاطر یک برنامه بالانسری مربوط من میشد و من همیشه صنفی میگم بسیار تو چگک بودم. وقت تو چگک معلوم میشدم میگفتن سانا تو چگک هستی بالا ور میری برنامه ثبت میکنی. باز من زیاد می تلویزیون طلوع رزمام و من بود امرای لشکری شجاع زکی و امرای لشکری اینا را که خصوصا آقای لشکری که آقای لشکری ما واقعا به اندازه برنامه‌اش دوست دارم و یک علاقه‌مند خیلی جانان هستم برای به خاطر چی؟ به خاطر که همون حقیقت بیان میکنه، حقیقت گو است دیگه. بازی اینا رو که میدیدم پیش تلویزیون قسم میشیدم میگفتم خدایا کی باشه که من در تلویزیون مشهور شم، کی باشه من کار کنم که بگم انسان‌ها در تلویزیون کار. من این موضوع رو چند بار دیگه هم یاد کردیم. باز یک شوهر خالیم بود، من 4 تا خاله دارم، سلام تقدیم هر 4شون. شوهر خالیم برادرش میگه بشی سانا بشی، میگه بشی تو که در تلویزیون بری تو که مشهور شی، من بیخی افغانستان اعلام میکنم. بعد ما میگم قصه ما تو یکی هستم. بعد ما میگم کاکا قسمی نگو، آدم و خدای بزرگ داره، امیدوار کوچک نکنه. و همین تو برنامه رو میدیدم، زیادتر یوتیوب رو میدیدم، تیک تاک هم میدیدم. بعد من رفتم برنامه رو در اشتراک کردم. یک بار اشتراک کردم، برنده شدم. برام خوشایند بود، برنده شدن خیلی لذت بخش است. باز رفتم اشتراک کردم، باز برنده شدم. با بار سوم وقتی که رفتم برنده شدم، غوغا کرد همه جا، خیلی یوتیوب تیک تاک ها همه صفحات فقط از ما بود و از سنا هاشمی صحبت از سنا هاشمی کردم. یک بار، 2 بار، 3 بار برنده شدم و همین حس برنده شدن واقعا به انسان مورال میده. باش من پشتی رو بگیرم. خب که راحت باشی. من قصه تا گوش کرده برم چون گاکاری سنا جان بسیار شیرین است. قربانت عزیزم. باز برنامه رو درو که رفتم عزیزا، یک بار این برنامه سوم گفتم دیگه محشر شد و تمام صفحات مجازیت و در پروفایل عکس ما بود، تیک تاک ها جور شد، فیسبوک ها برنامه جور شد. ما یک مدت جدی نگرفتم، بعد از یک مدت جدی گرفتم گفتم بیاین ما هم در رسانه فعالیت کنم، من هم برم کار کنم ببینیم چی میشه. باز اولین دفعه در چنل تو فعالیت کردم. در اون چنل تو فعالیت‌های خود داشتم، فعالیت می‌کردم. بعد از اون دوباره در یک چنل تو فعالیت، من هم پانتون می‌رفتم هم وظیفه داشتم. باز بعد از برنامه از تلویزیون یک پیشنهاد آمد، تقریبا یک چند مدت امتحانی کار کردم چون می‌فهمم که شرایط تلویزیونی است که باید نه تیک تاک داشته باشی نه فیسبوک داشته باشی و فقط با اون تلویزیون کار کنی. من با این شرایط نمیتونستم کار کنم. دوباره رفتم به تلویزیون خورشید. از اونجا هم دیگه من فقط آرزوی بود که من داخل تلویزیون طلوع کار کنم، اما چون تلویزیون طلوع باید اسناد می‌داشتی، دیپلم می‌داشتی و من هنوز درس بودم. خب من خیلی تلاش کردم. خب خلاصه دیگه تلاش‌های زیاد من باعث نمی‌شد که من آخرین بار همراه یک یوتیوبر فعالیت کنم که او یوتیوبر واقعا از دل جان با مزاحمت کشید کار کرد و دوباره نام مرا زنده ساخت. و در زمانی که تلویزیون طلوع برام پیشنهاد کرد، من با تلویزیون طلوع جور نبودم چون که تلویزیون طلوع برنامه رو در رو پکیزش بر من ندادن، از من قرضدار بودن دیگه. در قرضداری من قرض خدا خواستم، دوباره برام فصل قرارداد کردن چون وطندارا عمیق قرض آدم باید داده شود. تلویزیون طلوع با او شان و شوکت با او نام و نشان از من قرضدار نمیاله 18000 قرضدارم از سر پیسه مرا ندادن
دیگه ما هم کار نکردیم، چون آدم بالای حق خود باید تلاش کنه. بله. میگه حق گرفت دادنی نیست، گرفتنی نیست. اما خواستم حق خود بگیرم، تلاش خود کردم، همون نشد. آها، باید دیگه تلویزیون طلوع اگر رئیسش برنامه رو نمیفهم میبینه دوستای عزیزان قدری رو شیر کنین، آنقدر شیر کنین که با گوشش برسه که می حق بیچاره رو بتم، چون 18,000 افغانی در پاکستان بسیار زیاد پول میشه. خب سما جان، از طرف فامیل کدام ممانعت نبود که نه چرا دختر خانم بره در سوشال میدیا و در میدیا ظاهر شه و چرا بچه ها ببینه، چرا مردا او رو ببینه؟ این گپا زیاد از افغانستانی؟ بله بسیار خودت زیاد. چطور امر این گپا رو ما برشی یا در خیر؟ زندگیم یگانه کسی که حامیم بود، یگانه کسی که همیشه وقت پشتم استاد بود، میگفت میتونی، مادرم بود. مادرم زنده باشم تو؟ در خانواده پدری و در فرهنگ مادری و پدری ما نسبتا فامیل آزادتر هستیم، فامیل قیدگیر نیستیم. اما از ما فامیل پدرم دکتر هستن، تجارت میکنن. فامیل مادرم هم همچنان همیشون فعالیت های دارن در بیرون، یعنی دکتر هستن، انجینیر هستن. و از مادرم هم فعالیت میکنه، همشیره هم از فعالیت میکنه، برادرم هست. اما رسانه نه، بیرون از دنیای میدیا. و من این کار که پیشه گرفتم، بعضی کسا غزال جان میبینن که من اینجا شیشتیم، حالا در این برنامه یا هم برنامه دیگه فکر نمیکنن که پشت از این زحمتی که ما کشیدیم، پشت از این صنایع هاشمی که ما شدیم، ما چه چیزا را کشیدیم. و این فقط خودم میفهمم، خدایم که چه چیزا را عزیز دادیم در ایران و چه چیزا را به دست آوردیم. من ممانعت زیاد داره. مامایم از خارج زنگ میزد، کاکایم از خارج زنگ میزد، پدرم ممانعت میکرد و پدرم تا حد از ما خفه بود، تا حد از ما خفه بود که خبرم گپ نمیزد به خاطر میدیا. اما چون ما راه مستقیم بود، راه صداقت بود، ما کدام راه بد را پیشه نکرده بودم، من مجبور بودم بالا رو رایم بگردم و ادامهش دادم تا به همیارم ادامه میدم. و فعلا هم اونقدر مردم ما شما کارهای میکنن که دلش هست کردیم صفحه تیک تاک خدافظی کنی، یوتیوب خدافظی کنی بری. اما خواهش به این میکنم تلاش یک نفر مد نظر بگین. 7 سال یک عمر زیاد است. من 7 سال از رسانه هستم، 7 یا 8 سال. امسال سال 8 از رسانه هستم من. و ما رسانه را مسلکی خواندیم در پانتون نی، یک سال خواندیم. و ما در ضمن در وقتی که در پانتون نی درس میخواندم، ما در پانتون فانوس هم درس حقوق میخواندم و هم ما رشته حقوق خواندیم، خلاص کردیم 4 ساله. هم پنزه ژورنالیست خواندیم. نی یک رسانه هست که نی فعالیت‌های مستقیم را داره و یک ارگان است که همگی میشناسیش. تشکر سنا جان عزیز، سلامت باشی. انشالله بعد از این قصه ما گپای ما ادامه خود داشت و هر قدر که یک انسان درد دل کنه گپ بزنه بازم کم است، چون یک انسان که تا یک جای میرسه او بسیار زیاد مشکلات، زحمت و تکلیف ها را طی میکنه و میگذره از او که تا در یک جای در یک مقام میرسه. بازم تشکر سنا جان عزیز که در برنامه حضور داشتی امروز ما. انشالله که برنامه ما سنا جان ببینین و خوش کنین، نظریاتان امروز ما شریک بسازین. انشالله که از چینل سنا جان همچنان فعالیت خود داشتیم و از چینل غزال نظری همچنان با ما باشین. همیشه خوش خندان باشین، چینل سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامرامین متصاینه کو بازیر تاثیر نریم. خدا یار نگهدارتان.